أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. صدق الله العظيم. بعد از اینکه دلائل در آیات سابق خوانده شد، دلائل عقلی، دلائل به صورت اعترافی، مواردی که خود مشرکین هم قبول داشتند، بعد از اون تخویف دنیوی میاد. اما این تخویف دنیوی به صورت مناجات است، یعنی تو ای مخاطب بگو، ای مسلمان تو اینگونه دعا کن، ای پیامبر اینگونه از خدا بخواه. قل رب اما ترینی ما یوعدون، بار اله اگر به من نشان دادی آن چیزی که اینها وعده داده میشوند از عذاب، یعنی اگر عذاب را در حضور ما، در حیات ما، در وجود ما، با وجود ما عذاب آوردی، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اون وقت که عذاب آوردی خدایا ما را از قوم ظالم قرار نده، یعنی در اون عذاب ما را هم گرفتار نکن. عذاب چون خطرناک است، وقتی که بیاید همه را از بین میبرد. خدای ما را جدا کن، ما را نجات بده، ما را به عذاب گرفتار نکن. و خداوند عزوجل در لابلا میفرماید خطاب به رسول الله که ای رسول من و ان علی ان نریک ما نعدهم لقادرون، همانا ما یعنی من پروردگار بر آنچه که وعده میکنیم با مشرکین که عذابشون میدیم، اما این عذاب را به شما هم نشان بدیم، یعنی در حضور شما، با حضور شما اونها را عذاب بدیم، ما قادریم، یعنی جلوی چشم شما عذابشون بدیم. و ان علی ان نریک، همانا ما بر اینکه شما را نشان بدیم، ما نعدهم آنچه که با کفار وعده کردیم، لقادرون قادر هستیم. ولی تا زمانی که عذاب میاد ای پیغمبر من شما به تبلیغ مشغول باش، بر روش احسن اینها را تبلیغ بکن، خیر خواهی بکن تا نوبت به عذاب نرسد. خدا هم نمیخواد بندگان خودش را عذاب بده، لذا میفرماید ادفع بالتی هی احسن، یعنی سیئه اونها را ادفع، یعنی ادفع سیئه، سیئه اونها را، بدی اونها را، بد عملی، فساد عملی اونها را دفع کن، بالتی هی احسن، با اون روشی که بهتر است. ادفع بالتی هی احسن السیئه، یعنی ادفع السیئه بالتی هی احسن، این سیئه را دفع کن با روشی که چیه؟ نیکوست، زیباست. نحن اعلم بما یصفون، ما بهتر میدونیم اون چی که اونها بیان میکنند، اونها توصیف میکنند. و قل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب ان یحضرون، به آنان بگو رب اعوذ بك من همزات الشیاطین، ها اینگونه دعا کن. حالا ببینید چه مناسبتی داره، چون خداوند عزوجل فرمود به روش خوب، به روش جمیل، با تحمل، با تعنی، با بردباری. ولی گاهی انسان گرفتار وساوس میشه، شیطان غلبه میکنه، انسان گاهی عصبانی میشه برای کفار، برای مشرکین. الله تعالی میفرماید در چنین وقت اوقات به خدا پناه ببر. اصل بحث دعوت است، دقت کنید اینجا بحث چیه؟ خیرخواهی در دعوت. وقتی که دعوت میدهی روش خوب را بگیر، بدی را با خوبی جواب بده، بدی را با نیکی جواب بده، بیرحمی را با رحمدلی، تندخویی را با اخلاق. خب اینها را شما اگر بخواید این روش را
ادامه بدید سخت میشه. نه گاهی نفس انسان تحمل نمیکنه، او به من فوش میده، من با او خوش رفتاری بکنم، او میزنه ما دست ببندیم جلوش، او تکبر داره ما تواضع نشون بدیم. چون شیطان نمیذاره، به همین خاطر میگه به خدا پناه ببر. این مناسبتش شد. و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، بگو بار الها پناه میبرم به تو از وساوس شیاطین. و اعوذ بک رب ان یحضرون، و پناه میبرم بار الها از این که او آنها حاضر بشن، یعنی شیاطین، فی امور دینی یا فی شیء من اموری، در هیچ امری از امور من شیاطین حاضر بشند و مرا وسوسه بکنن، خدای تو منو پناه بده. حالا الله تعالی این کفار را که دعوت میده، در دعوت غلظت و تندی و شدت در جهاد هست، در دعوت نیست. ببینید خدای تعالی در هر یکی مزاجی گذاشته. مزاج دعوت مزاج نرمیه، مزاج جهاد چیه؟ فشرد بهم من خلفهم، چنان بزن که پشت سری ها هم عبرت بگیرند. پس اینجا بحث دعوته، اینجا خیرخواهی. وقتی که خیرخواهیمون را ثابت کردیم و اونا نپذیرفتن، بعدا وقت جهاد دیگه تند میشه. لذا خداوند میفرمه همین افرادی که بد رفتار میکنه شما دعوت میدهید، اینها وقتی که قبول نمیکنند به وقت موت چی میشه؟ حتی اذا جاء احدهم الموت، حتی وقتی که پیش یکی از اونها مرگ می آید، قال رب ارجعون، میگه بار اله مرا برگردان. ارجعون جمع است، خدا یکیه، ذاتش و یگانه است، تو جمع، شما ما را برگردانید. میگویند که اینجا ارجعون به معنی ارجعنی هست اصلش، ارجعنی، خدای تو ما را برگردان. جمع برای تکراره، جمع برای چی هست؟ بار بار میگه خدای برگردان برگردان. لعلی اعمل صالحا فيما تركت، چرا میخواد برگرده به دنیا؟ البته این برگشتن چه زمانی این ادعا رو میکنیم؟ به وقت سکراته، یعنی خدایا روح من نبر، برگردان، من میخوام یک فرصت دیگه داشته باشم. این زمانی است که حتی اذا جاء احدهم الموت، مرگ آمده، اینطور میگه خدایا مرا برگردان، لعلی اعمل صالحا، تا اینکه من عمل صالح انجام بدم، فیما ترکتو، در دنیا، در اون جایی که ترک کردم، مال ترک کردم، جایداد ترک کردم، دنیا را، لذا مرا برگردان که من عمل صالح انجام بدم. خدا چی جواب میده؟ کلا، هرگز نه. این رد مطالبه است. انها کلمت هو قائلها، این برگشتن یک کلمه است که او میگوید ولی ممکن نیست. و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، این کجا بود؟ دنیا بود که آخری لحظات میگه من برگردم. خدا میفرمی مرحله را سپری میکنه، میره پا میگذارد در عالم برزخ. عالم برزخ عالمی هست بین عالم دنیا و عالم آخرت. الله میفرماید و من ورائهم برزخ، ورای اینها، اون طرف اینها برزخی هست تا روزی که از قبرها بلند میشن. تا از قبرها بلند نشدن در همون عالم برزخ میمانن. اونجا هم ثواب و عقاب هست، یعنی قبر هم عذاب هست و هم ثواب هست. فاذا نفخ فی الصور، حالا مرحله سوم چیه؟ عالم آخرت. عالم دنیا تمام شد، عالم برزخ هم تمام شد، حالا عالم آخرته. فاذا نفخ فی الصور، هرگاه سور دمیده میشه، فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، هیچ نوع مناسبتی بین اینها نیست، هیچ نوع خویشاوندی نیست در آن روز. ولا یتساءلون، از هم دیگه هم سوال نمی کنند، هر کسی گرفتاره. فمن ثقلت موازینه، هر کسی که سنگین شد ترازویش، وزن اعمالش. ببین درباره وزن اعمال چیزی را چند بار توضیح دادم،
دیگه نیازی به وزن اون توضیح نیست که چی وزن میشه. خدای تعالی برای هر چیزی ترازوی مخصوص خودش را پیدا میکند. همونطور که در دنیا الان برای خیلی از اعراض واحدهای اندازه‌گیری هست، گرمی را اندازه میکنه، سردی را اندازه میکنه، حرارت بدن را اندازه میکنه، بالاخره فشار را اندازه میکنه. اونجا هم برای اعمال واحدهای اندازه‌گیری خداوند پیدا میکنه. اما یک نکته جدیدی خدمت شما عرض کنم، این نکته را توجه بفرمایید که خداوند عزوجل هر جا از سنگینی و سبکی اعمال بیان می کند. از چی؟ سنگینی و سبکی، از زیاد و کم بودن اعمال نمیگه ما اعمال را میشماریم، بحث عدد نمیاد، چون عدد هم میشه اعمال من شما را بشمارن. چند تا نماز خواندی؟ این یکی 2 میلیون خونده، اون یکی 10 میلیون نماز خونده، اون یکی 4 تا نماز خونده. این بحث عدد نیست، چقدر عمل کرده، چند سال، چند روز، چند ماه، عرض کنم که چه عددی، نه، اینا را خدا ذکر نمیکنه. چی را ذکر میکنه؟ سنگینی و عرض کنم سبکی وزن اعمال. معلوم میشه که در اعمال ما کمیت مهم نیست، کیفیت مهم است. کمیت مهم نیست یعنی اینکه اعمال زیاد باشه ولی در اون هیچ روحی نباشد، کیفیتی نباشد، اخلاصی نباشد، این به درد نمیخوره. چی مهم است؟ کیفیت مهم است. به همین خاطر بحث وزن اعمال آمد. بحث تعداد اعمال در هیچ جای قرآن نیست که چقدر عمل کرده. روی ترازو که سنگین میشه، درست اونجا هم اعمال بیشتر باشه سنگینتر، اما اگر اعمال زیاد باشد ولی اخلاصی نباشه، این اصلا اعمال و سنگین نمیشه. پس کیفیت مهم است. کیفیت یعنی با اخلاص باشد، در اون توحید باشد، و عرض کنم که صرفا برای خدا باشد. ولو اینکه از نظر کمیت حالا یکی هست که 30 سال عبادت کرده، یکی هست که 2 سال عبادت کرده، ولی همین 2 سال چنان با کیفیت بوده که از اون 30 سالش بیشتر میشه. لذا الله می فرماید فمن ثقلت موازینه، هر کسی که وزن اعمالش سنگین بشه، فاولئک هم المفلحون، این گروه رستگاران هستند. و من خفت موازینه خسروا انفسهم، اینها کسانی هستند که در خساره انداختن خودشان را. فی جهنم خالدون، در جهنم همیشه اینها ماندگارند. تلفح وجوههم النار، تلفح یعنی تحرق، می سوزاند چهره های اونها را آتش. و هم فیها کالحون، و آنها در اون آتش جهنم بد شکلند، یعنی چهره اونها را آتش چی کرده؟ خراب کرده. به اونها گفته میشه ای مجرمان، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، آیا آیات من نبود که بر شما تلاوت میشد در دنیا؟ فکنتم بها تکذبون، شما بودین نسبت به آیات من تکذیب میکردید، مگر نبود اینطور؟ چی میگویند؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، میگویم بار اله بر ما غالب شد بدبختی ما. شقوتنا یعنی چه؟ شقاوت، بدبختی، یعنی بدبخت شدیم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، بار اله بر ما غالب شد بدبختی ما. و كنا قوما ضالین، اقرار مجرمین. بار اله ما قوم گمراهی بودیم، در دنیا گمراهی کردیم، اما علام خواسته داریم. ربنا اخرجنا منها، بار اله بیرون کن ما را از این جهنم. فان عدنا، اگر ما تکرار کردیم، اگر اعاده کردیم، اگر دوباره ما تکرار کردیم، فانا ظالمون، ما ظالم، هر چی میکنیم با ما بکن، ولی الان یک بار نجات بده. چی خواسته بیجایی؟ وقتی این معذرت خواهی کجاست؟ دنیا، نه تو جهنم. الان که افتادی تو جهنم معذرت خواهی میکنی، میگه یک فرصتی دیگه به من بده،
الله دستور میده، رد میکنه درخواستش را. قال اخسئوا فیها. اخسئوا این رد درخواست است، اما ترجمه اخسئوا از کنم که حالا وقتش نیستی مطالبه نکن. اخسئوا بعض میگه دفع شد، دور شو از اینجا، همون گم شو هست. خداوند میفرماد اخسئوا فیها، بتمر در همین جهنم، گم شو در همین جهنم بمان. ولا تکلمون، با من صحبت نکن. حالا وقت صحبت و معذرت خواهی نیست، تو دنیا میکردی. حالا الله تعالی علت این رد درخواست را بیان میفرماید. میگه شما در دنیا خیلی مغرور بودید، چنان مغرور بودید که به پاکان صالحان از بندگان من چی میکردی؟ مسخره میکردی. انه کان فریق من عبادی، همانا شأن این است که گروهی از بندگان من بود در دنیا که یقولون میگفتن ربنا آمنا فاغفر لنا، بار الها ما ایمان آوردیم ما را مغفرت کن. ببین اینجا ایمان را وسیله قرار داده برای مغفرت، وسیله به ایمان درسته. ربنا آمنا فاغفر لنا، بار الها ما ایمان آوردیم ما را مغفرت بفرما، وارحمنا بر ما رحم بفرما، و انت خیر الراحمین، تو بهترین رحم کننده هستی. وقتی که این بندگان ما در دنیا این گونه می گفتن، شما چی کار می کردید؟ فاتخذتموهم سخریا، شما اونها را به بعد مسخره می گرفتید. سخریه یعنی چه؟ مسخره شو می کردید. حتی انسوکم ذکری، حتی که شما را یاد من فراموش داشت، از یاد من کلا فراموش بودید. و کنتم منهم تضحکون، شما نسبت به اون بندگان در دنیا می خندیدید، به فقرا می خندیدید. انی جزیتهم اليوم بما صبروا، الان برید نگاه بکنید همون بندگانی که شما مسخره می کردید، همانا من اونها را پاداش دادم امروز به سبب صبرشان. صبروا علی آذاکم، بر اذیت و آزار شما اونا چی کردند؟ صبر کردند. من پاداشی نیک بهشون دادم، بهش دادم. انهم هم الفائزون، این بیان جزا هست. جزیتهم اليوم، جزا دادم. چه جزایی؟ این که اونها چیند؟ کامیاب، راه رستگاری را رسیدند. حالا حول قیامت چقدر زیاد است، شدت قیامت. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، چقدر ماندید در دنیا، در زمین، از نظر تعداد سال، چند سال بودید اونجا؟ حالا میدونید که انسان ها سالهاشون متفاوته، بعضی 70 سال دارن، بعضی 80 سال میمیرن، بعضی 60 سال میمیرن. اما هر چقدر بوده اونجا فکر میکنه تو دنیا یک روز بوده یا نصف روز. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، میگوین ما ماندیم یک روز یا نصف روز. فاسأل العادین، ما نمیدونیم، شما از اونایی که حساب کردن یعنی از ملائکه بپرسید. العادین الملائکه لاعمار العباد و اعمالهم، اونایی که حساب کردن عمر ماها را و اینکه چه عملی کردیم اونها میدونند. خداوند میفرماید قال ان لبثتم الا قلیلا، شما در دنیا نماندید مگر تعداد اندکی از روزها. لو انکم کنتم تعلمون، کاش شما میدونستید، کاش میدونستید که این زندگی دنیا اندک است. اینها را خدای عزوجل ذکر میفرماید تا ما که هنوز در دنیا هستیم بفهمیم، بدونیم واقعا زندگی دنیا مختصره، زود میگذرد. لذا چرا انسان در این زندگی مختصر، این زندگی که حالا این 40-50 سال گذشته چطور گذشت؟ انگار همین دیروز بود. کوچولو بودیم، دبستان می رفتیم، کلاس اول بودیم، چطور زود گذشت. حالا انسان پیر شد، این 50 سال چطور زود گذشت. بقیه هم همینطور زود می گذرد، کل دنیا همینطور زود می گذرد. لذا الله عزوجل برای این ذکر می فرماید که اونجا که برید
اون زندگی طولانی را وقتی ببینید یا اون وحشت و هول را ببینید فکر میکنی اینجا نصف روز ماندی. انسان اون وقت میزنه سر گوش خودش را که چرا برای این نیم روز، برای خوشی این نصف روز، برای اینکه خوش بگذرانم این زندگی همیشگی را خراب کردم. لذا برای ما هم تذکر هست که با این خوشی مختصر اون زندگی مطول را خراب نکنیم. اینجا تابع فرمان پروردگار باشیم، اون زندگی را بسازیم. افحسبتم انما خلقناكم عبثا، آیا شما پنداشتید همانا اینکه ما شما را آفریدیم خالی از حکمت، بی فایده؟ و انکم الینا لا ترجعون، و اینکه شما به سوی ما برگردانده نمیشوید. شما فکر میکنید برگردانده نمیشوید؟ برمیگردید. فتعال الله الملك الحق، بلند و بالاست، برتر هست اون ذاتی که پادشاه حقیقی هست. فتعال الله عما یشركون. لا اله الا هو، هر جا خدا انتظار دارد که بنده به یگانگیش، به توحیدش اقرار کند. بعد از هر دلیلی میاد لا اله الا هو. رب العرش الكریم، اون ذات رب عرش کریم و معزز هست. حالا اون ذات در صفاتش، در عبادت یگانه هست. لذا بدترین انسان، ظالمترین انسان اون هست که در کنار اون ذات یک معبود دیگری را هم صدا بزنه، معبود باطلی را. و من یدعو مع الله الها آخر، هر کسی دعا می کند، فریاد می زند در حاجات و در مصائب همراه با خدا معبود دیگر، لا برهان له به، نیست هیچ نوع برهان و هیچ حجتی برای او نسبت به این ادعا، فانما حسابه عند ربه، جز این است که حساب او نزد ربش هست. انه لا یفلح الکافرون، این نتیجه همون حساب است. همان شأن این است که کافران رستگار نمی شوند. لذا هر کسی دیگر را صدا بزنه این کفره، گویا اون کافران رستگار نمی شوند. و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. الله تعالی آموزش میده که اینگونه دعا کنید، اینگونه از خدا مغفرت بطلبید. و قل رب اغفر، بگو بار اله ببخش. حالا خطاب رسول الله است، مراد ما هستیم که پیغمبر به ما یاد بده. و اگر خود پیغمبر مراد باشد رب اغفر، مغفرت منظور زلات هست، لغزشات هست. وارحم، رحم کن، و انت خیر الراحمین، تو بهترین رحم کننده ها هستی. خب این سوره مبارکه مومنون بود. بعد از این سوره نور هست. سوره نور